اگه دستای خونی حسن پورشیرازی رو توی این پلان نماد گناهکار بودنش در نظر بگیریم، این یعنی بار تقصیر این تراژدی فقط به دوش پدر بزرگه؟ توی قسمت قبل راجع به مشکلات رفتاری علیار گفتگو کردیم. پیشنهاد میدم اول اپیزود قبلی رو تماشا بکنید و بعدا ادامه این ویدیو رو. اونجا صحبت یک مثلث سیستمی شد و اینکه هر کدوم از اضلاعش نماد یک چیزی هستن داخل فیلم. امروز با توجه به سناریو میخوایم جزئیات بیشتری از اون اضلاع و مثلث سیستمی رو با هم مرور کنیم. تو میخوای شوهر کنی بچه‌هاتو بندازی گردن من بری. ذیل اول ژنتیک، نمادش پدر بزرگ توی فیلم. علیار یه سابقه ژنتیکی بسیار قوی برای پرخاشگری و سوء رفتار داره. اینو کجا میبینیم؟ توی شجره خانوادگی علیار. شجره خانوادگی علیار با پدر بزرگ الکلی و خشنش شروع میشه. پدرش یه سابقه ورشکستگی بسیار شدید داره که میتونیم اونو به عنوان تکانشگری شدیدش در نظر بگیریم. راجع به علیارم که هفته پیش مفصل حرف زدیم و مشکلات رفتاریش. دیالوگ طلایی کجا داده میشه توی فیلم؟ اونجایی که علیار توی ماشین به مادرش میگه من خیلی شکل پدرمم و شاید تو به همین خاطره که از من خیلی خوشت نمیاد. شما مگه چه غیری از اخراج دیدی که اینجوری داری پوزشو ذیل دوم تربیته، نمادش توی فیلم مادره. علیار داره توی خانواده گسترده و تکوالد زندگی میکنه. علیار و خواهرش دچار نگلکت یا غفلت شدن از سمت مادر. مادر به خاطر مسائل مالی، به خاطر مسائل عاطفیش، به خاطر درگیری با فرهنگش، به خاطر حمایت اجتماعی نصف نیمه‌ای که ازش میشه، بچه هاش رو فراموش کرده. از من بپرسین، از پرانتز. زن سوم جامعه است که نمادش توی فیلم مدرسه یا ناظمه. اما پیش از اون درسته که توی خیلی از مدارس ما روانشناس وجود نداره و حتی رابطین که رشته‌های غیر علوم تربیتی رو خوندن دارن کار مشاوره رو انجام میدن. و البته توی خیلی از مدارس دیگه هم تناسبی بین ساعت حضور متخصص روان و تعداد دانش آموزان وجود نداره. اما با فرض اینکه همه اینها وجود داشته باشه و یک روانشناس با ساعت کافی توی مدرسه وجود داشته باشه، آیا با توجه به مشکلات جدی و مشاهدات رفتاری که ما داریم از علیار میبینیم و شجر نامه‌ای که از اون دیدیم، آیا مدرسه صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی و اثرگذاری لازم رو برای حل مشکل علیار داره؟ به نظر من نداره. به نظر من علیار احتیاج به یک مداخله تخصصی، مرتب و سیستمی داره. در آخر مادر علیار جایی به ناظم میگه مگه شما چه خیری دیدید که همش دم از تعلیق و اخراج میزنید؟ من با اینکه قطعا و حتما مخالف تعلیق و اخراجم، اما از این فاصله وقتی به کلیت موضوع نگاه میکنم، به نظرم میاد که اون اتفاقی که برای علیار افتاده با توجه به غفلتی که صورت گرفته، مشکلات ژنتیکی که داشته، تک والد بودنش و سایر مسائل، به نظر نمیاد که مسئولیتی برای ناظم بوده باشه. متاسفم که این رو میگم، اما به نظر من میاد اخراج شدن و یا تعلیق شدن علیار از مدرسه غیر قابل اجتناب بوده.